خب مورد بعدی کی ما درخواست بدیم برای آوسبیلدونگ، کی دنبال آوسبیلدونگ بگردیم. بیشتر آوسبیلدونگ‌ها تو تابستون شروع میشن، آگوست یا سپتامبر، و معمولاً شرکت‌ها، خصوصا شرکت‌های بزرگ، حداقل یک سال قبل فراخوان میدن. بعضی جاها مثلا هفته قبل من دیدم پلیس برای 2018، یعنی 1.5 سال بعد، فراخوان داده که مثلا دنبال کسایی میگرده که میخوان آوسبیلدونگ پلیس رو بگذرونن. معمولا آوسبیلدونگ ها همون جوری که گفتم تو آگوست یا سپتامبر، و تعداد کمیشون هم تو فوریه شروع میشه، همون زمستان. پس برای آوسبیلدونگ های آگوست 2017 باید از آگوست 2016 اقدام کرد و حداقل تا آخر دسامبر 2016 درخواست‌ها رو بفرستیم. البته شرکت‌هایی هم هستن که به مرور فراخوان میدن و اینم یه اصل نیستش، ولی باید از آگوست گوش به زنگ باشیم و سایت ها رو چک کنیم، درخواست ها رو بفرستیم، و هر چقدر هم درخواست بیشتر باشه، همونجوری که قبلا گفتم 50 تا 60 تا یا بیشتر بهتر. مورد بعدی، مهمترین موردی که ما بهش اشاره میکنیم و خب خیلی هم مهمه واقعا، اینه که از کجا آوسبیلدونگ پیدا کنیم. چند موردی که به ذهن من رسیده ایناست. یکی از طریق پراکتیکوم. پراکتیکوم اصلا یعنی چی؟ پراکتیکوم یعنی همون کارآموزی خودمون، یعنی ما به مدت معینی توی شرکتی یا کارگاهی بدون دریافت دستمزد کار میکنیم. حالا چه سودی برای ما داره؟ یکی این که محیط کار تو آلمان ما میشناسیم که چه جوریه، چون واقعا فرق میکنه با محیط کار تو ایران. بعد اینکه اون شغل رو میشناسیم، شغلی که ما قبلا انجام ندادیم. مثلا من برقکار بودم تو ایران، الان میخوام بشم مثلا پرستار، بهیار، میام یه پراکتیکوم میبینم، ببینم مثلا چه جوریه، اصلا خوشم میاد از این شغل یا نه. بعد مورد سوم اینکه زبان ما تقویت میشه، ما مجبوریم سر کار حرف بزنیم و این باعث میشه که زبان آلمانی ما تقویت بشه. مورد بعدی، چهارم، که خب مربوط به همین داستانی هم هست که ما میگیم، اینه که امکان داره که بعد اون پراکتیکوم از ما خوششون بیاد، بعد بگن آقا بیا شما اینجا آوسبیلدونگ بگذرون. این که خیلی هم عالیه. مورد آخر اینه که آخر هر پراکتیکوم ما یه بشاینیگون میگیریم، یه گواهی میگیریم که ما اینجا پراکتیکوم گذروندیم. بعد توش می نویسن که آقای فلانی مثلا سر وقت اومده، خیلی انگیزه داشته، خیلی پر انرژی بوده و خودشو به ما ثابت کرده. این خیلی مهمه. بعدن شما مثلا درخواست آوسبیلدونگ میدین، درخواست حتی کار میدین، مثلا 5 سال دیگه این گواهی پراکتیکوم یه تاثیر مثبت، یه پلوس پونکت به قول خودشون، یه امتیاز مثبت برای شما. حالا پراکتیکوم از کجا پیدا کنیم؟ اگه دارین دوره‌های آموزش زبان رو میگذرونین، معمولا انتهای این دوره‌های دوره کوتاه پراکتیکوم بهتون میدن. لطفاً بهش اهمیت بدین و سعی کنین یه جای خوب و رشته‌ای که دوست دارین، یعنی رشته‌ای که بعد قرار آوسبیلدونگش رو بگذرونین، انتخاب کنین. احتمال اینکه بعد پراکتیکوم بهتون پیشنهاد آوسبیلدونگ بدن کم نیست. اگه فعلا منتظرین دوره بعدی زبانتون شروع بشه و تو خونه هستین، حتما سعی کنین خودتون یا با کمک دیگران تا شروع دوره جدید یه پراکتیکوم پیدا کنید. مدارکی که در انتهای پراکتیکوم بهتون میدن تو گرفتن آوسبیلدونگ همونجوری که گفتم خیلی بهتون کمک میکنه. پس پراکتیکوم رو جدی بگیرید. مورد بعدی همایش‌ها یا جشنواره‌های آوسبیلدونگ مثل بهش میگن. خب تو هر شهری و بیشتر شهرهای بزرگ جشنواره‌هایی برای آوسبیلدونگ برگزار میشه که شرکت‌ها و کارفرماهایی که آوسبیلدونگ ارائه میدن یه غرفه دارن و شما میتونین مستقیم و از نزدیک باشون صحبت کنین. این ارتباط مستقیم خیلی موثر و بعضی وقتا حتی جادوییه. تاثیرش نسبت به اینکه کارفرما مدارک ما رو به صورت کاملا نوشتاری بخونه و در موردمون تصمیم بگیره خیلی بهتره. از نزدیک ما رو میبینه، سطح زبان ما رو میسنجه، شخصیت ما رو میتونه بهتر از ارزیابی کنه، به جای اینکه از روی یه عکس تشخیص بده خود ما رو میبینه و خب 100% به نفع ماست. جالب اینجاست که بعضی از جشنواره‌های همین همایش‌های آوسبیلدونگ مخصوص پناهجویان و پناهنده ها هستن.
این جشنواره ها رو میتونی از طریق اینترنت یا مدرسه هایی که توش در این زبان یاد میگیریم یا اداره کار یا مشاوران پیدا کرد که کجا برگزار میشن. مثلا یکی از سایت هایی که من تازگی ها دیدم مثلا درسته، مثلا این ترمین های آوسبیلونگ مثلا که مثلا ترمین تو یانوار تو ژانویه کجا هست. بعد از اینجا میتونیم یه سری از این مثه ها رو ما پیدا کنیم که ببینیم کجا برگزار میشه. تو فوریه هستش یه سری مثه. و خب اینترنت خیلی کمک میکنه. آوسبیلونگ مثه بزنید، مثلا شهر خودتون بزنید، مثلا هامبورگ، برلین، بعد میتونید خیلی چیزا پیدا کنیم. بعد از طریق مؤسسات غیر انتفاعی هم میتونیم ما آوسبیلونگ پیدا کنیم. یه سازمان‌هایی هستن که صرفاً با هدف کمک به پناهجویان یا مهاجران ایجاد شدن. اینا میتونن خیلی کمک کنن به ما. مثلا تو هامبورگ من خیلی سازمان‌ها هست که دیدم، مثلا یکیشون فلوخت اورت هامبورگ، یعنی این پروژه ها هست که سعی میکنه پناهنده ها رو وارد آوسبیلدونگ، وارد بازار کار کنه. یا همین پروژه VIR، اینم مثلا تو مرکز کمک به پناهنده ها هستش. اینم از این پروژه هایی هست که کمک میکنه. مثلا اینجا ایمیلش هست. این آدرس رو اگه هامبورگ باشین احتمالاً بشناسین اگه پناهنده بودین. و اونجا این مرکز کمک به پناهنده ها هستش، اونجا میتونید برین و مشاوره بگیرید. یه سایت دیگه هم هست، اینم برای بیشتر برای هامبورگ. اینجا مثلا بقاتونگ اگه بزنید آدرس سایتش هم اینجا هست. و سمت چپش اگه دقت کنید مثلا در مورد کار و زندگی مثلا میزنید، یه سازمان‌هایی هستن که میریم مشاوره یا کمک میگیریم. بعد اینا رو باید نگاه کنید، هر کدوم یه وظیفه‌ای دارن و یه برای هدفی درست شدن و خیلی کمک میکنن. مثلا کمک هزینه تحصیلی دانشگاه، یکی از اینا بود. ما رفتیم همین سازمان. خب خیلی نمیخوام طولانی بشه. از طریق اداره کار، جاب سنتر یا آگنتور فور آربایت یا ایهاکا، اتاق بازرگانی میگن، اتاق صنایع بازرگانی میگن، اداره صنایع بازرگانی میگن. از اونجا میتونی شما برین مشاوره بگیرین و کمک بگیرین، شاید بتونین از طریق اونا مثلا آوسبیلدونگ پیدا کنین. و خب اینترنت هم که مخزن آوسبیلدونگه که این باید شخصا خودمون بگردیم و پیدا کنیم. با سایت های زیادی هستش برای پیدا کردن آوسبیلدونگ که بهترین سایت های زیر هستش، سایت های صفحه بعد که من خب خیلی ازشون استفاده میکنم. اولی که سایت خود اداره کاره، آدرس ها رو میتونین یادداشت کنین، همینجاست. اینجا مثلا شما دنبال چی میگردین؟ میگه مثلا من دنبال آوسبیلدونگ میگردم. بعد یه کلمه کلیدی بهش میدین، مثلا من مثلا آشپزی، کوخ یا کوخن. بعد آربایتسورت مثلا هامبورگ و زوخن.
خب اینجا شرکت های یا کارفرماهایی که به ما آوسبیلدونگ ارائه میدن هستش. بعد اینجا اسم آوسبیلدونگه که بله آشپزیه. کی این تبلیغ رو گذاشته 21 گذاشته. آربایتگبر یعنی کارفرما ایشونه، میتونید سایتش رو نگاه کنید. بعد آربایتسورت محل آوسبیلدونگ که برگزار میشه هامبورگ. بعد بگین که شروع میشه 1/8/2017. مثلا ما رو همین کلیک میکنیم. اینجا میتونیم اینجا نوشته بوربونگس فرمولا میزنیم و میتونیم بریم و درخواست بدیم برای آوسبیلدونگ. یا این دومی اطلاعاتش هست. بعد آخرش هم اگه دقت کنید اینجا مثلا ایمیل میذارن یا همینجا به وربل میزنیم. بعد میتونیم مدارک رو بفرستیم که اونا چک کنن. مثلا اینجا مواردی هستش که ازتون میخوان که شما باید چیو همراه خودتون داشته باشین برای آوسبیلدونگ. مثلا مدرک زبانه، یا مثلا یکی میگه تو ریاضیات باید خیلی خوب باشه. و یکی از همون از این سایت هاست. بعد سایت بعدی سایت ایهاکا است. خب من خیلی بهش علاقه دارم. اینجا میتونین رشته رو بزنیم، مثلا فاخ اینفورماتیکا اورتو بزنین مثلا هامبورگ و یه زوخه میزنین. خب اینجا با شرکت های زیادی هست که تبلیغ گذاشته و اسم شرکت ما روش کلیک میکنیم. بعد اینجا میتونیم بزنیم یس بور بنویسیم درخواست بفرستیم. اینجاش اسم شرکتشه. بعد میگه باید پیسی کنیسه داشته باشی. 1 آگوست شروع میشه. این هم از اون سایت هاست که ما میتونیم ازش آوسبیلدونگ پیدا کنیم. یا مثلا همین آو بی پلوس که اونم اینجا میزنیم اسم آوسبیلدونگ رو و اینم شهر رو توش وارد میکنیم. یا همین ausbildung.de. خب دوباره برگشتیم. باتری لپتاپ داشت تموم میشد. این سایت ها رو میتونید یادداشت کنید و بگردین. باز میگم تو اینترنت بزنین Ausbildung finden suchen کلی سایت براتون میاره. اینا خب سایت های اصلیه که من بهشون خیلی علاقه دارم. پس اینم از پیدا کردن آوسبیلدونگ از طریق اینترنت بود. نگاه میکنی شرکت ها رو نگاه میکنی، خوشتون میاد از شرکت. بعد مدارک رو آماده میکنی. حالا بعدا الان بهتون میگم چه مدارکی و براشون میفرستیم. حالا چه مدارکی ما نیاز داریم. یکی نامه درخواست آنشرایبن بهش میگن. حالا من یه نمونه آوردم. تو این نامه که خب بالا اسم خودتون، پایین آدرس و اسم شرکت. بعد اینجا شما مثلا میگین من تبلیغ شما رو دیدم خیلی خوشم اومده. یه جورایی باید جذبش کنید که بقیه مدارکتون هم نگاه کنه. بعد در مورد تجربه خودتون، تجربه کاریتون بگین. در مورد علاقتون به اون کار بگین. چرا میخواین اون کار اون آوسبیلدونگ رو ببینین. یه جورایی باید جذبش کنید، یه جورایی باید جادوش کنید و خوشش بیاد ازتون. چیزهای جالب باید توش بنویسین. بیشتر میگم در مورد تجربه و در مورد علاقه و انگیزتون برای این آوسبیلدونگ. دومی رزومه است، همون لبنسلاوف که خب اونم به صورت فکر کنم این نورش خیلی کمه، ببخشید.
که به صورت کاملا جدول کشی شده باید درستش کنیم. فکر کنم تو مدرسه اینا رو یادتون بدم باهاتون کار کنن. حالا من یه نمونهش رو میارم. اینجا مثلا persönliche Daten اطلاعات شخصی رو میزنید، بعد به Berufserfahrung که شما تجربه کاری داشتین، کجا کار کردین، از چه سالی تا چه سالی چی کار میکردین. بعد Ausbildung مثلا چه Ausbildung دیدین یا استودیوم اگه تو دانشگاه درس خوندید اونا رو مثلا اینجا مینویسین، از چه سالی تا چه سالی تو کدوم دانشگاه اینا رو مینویسین. اینا باید یکی باهاتون کار کنه یا از تو اینترنت بگردین و خودتون درست کنید که یه چیز درست حسابی در بیاد. بعد آخرش مثلا میتونید بگید سطح زبان یا کلاسه زبان که رفتین، پراکتیکوم چیا رفتین، یا اینکه مثلا گواهی نامه دارین، چون بعضی شرکت ها هستن واقعا گواهی نامه هم میخوان. این دوتا رو خب درست میکنیم. مدرک زبان که داریم، یه عکس هم داریم که رو همین لبنسلاف ما میزنیم. بعد مدارک تحصیلی، مدرک مدرسه یا مدرک دانشگاه هر چی که دارین اونا رو هم ضمیمه میکنید با ترجمه آلمانی البته. بعد سایر مدارک آموزشی، مثلا شما یه دوره رفتین، مثلا مهندس برق بودین، یه دوره 2 ماهه یا یه کنفرانس 3 روزه 4 روزه رفتین یا یه پراکتیکوم رفتین، خب اینا رو هم بذارین. یعنی هر چیزی که فکر میکنید میتونه کمک کنه اینا رو هم میتونین بذارین، با مدارکتون ضمیمه کنین. سابقه کاری اگه دارین سابقه کارتون هم ضمیمه کنین. گواهی کارآموزی، هم پراکتیکوم که گفتم اگه تو ایران یا اینجا رفتین اینا رو هم ضمیمه کنین. و خلاصه مثلا اگه مدرک تافل آیلتس دارین، اینجا که سایر زدم، میتونین اونا رو هم ضمیمه کنین. بعد همین اینا مواردی است که لازمه برای اینکه درخواست بدین برای آوسبیلدونگ. از اون سایت ها پیدا میکنید، مدارکتون آماده میکنید، ایمیل میکنید یا پست میکنید، منتظر میشید حالا یا براتون تست میدن که بیاین تست بگذرونین، آینشتوفونگ تست که بعد در موردش حرف میزنیم توی ویدیوی دیگه، یا اینکه مستقیم صداتون میکنم برای مصاحبه که باز در مورد اونم صحبت خواهیم کرد. فعلا بگردین دنبال آوسبیلدونگ، درخواستاتون رو بفرستین، هنوزم دیر نشده برای امسال. منتظر ویدیوهای بعدی هم باشین که قراره که مطالب جالبی رو ما اینجا بگیم و براشون ویدیو بسازیم و امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این ویدیو. فقط خب من دوباره رفتم برگشتم، فقط میخواستم این صفحه رو بهتون نشون بدم که اگه از ویدیو خوشتون اومد خواستین ویدیوهای بعدی ما رو هم دنبال کنی، صفحه بانک اطلاعات آلمان رو تو فیسبوک حتما لایک کنید. خب تا ویدیوی بعدی همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا حافظ شما.